از من خدمت بینندگان عزیز و ارجمند هموطنان گرامی سلامی دارم خدمت دوستانمون آقای کاویانی، محتشمیان و مهمان برنامه آقای منظمی. امیدواریم که تیم ملی کشور ما که در این دوره از مسابقات بازی دیدنی رو با خودش دید و بازی تماشایی رو انجام داد، این بازی هم موفق باشه که ببره. خب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگیمون رو هم تبریک میگیم در قهرمانی جهان و امیدواریم که تیم والیبال کشور ما هم موفق باشه در این بازی نزدیک بتونه تیم صربستان رو شکست بده. ما در تهران 2013 با این تیم بازی کردیم، یه بار موفق شدیم این تیم رو 3-2 هم ببریم. بازی آغاز شده و اولین امتیاز رو سرب‌ها به دست میارن. بازی لهستان، اون بازی تماشایی رو که بچه‌ها 3-2 بازی رو واگذار کردن، در این حال بازی خیلی خوبی رو انجام دادن. برای امیر غفور، جاجاویچ پاس خوبی رو میده برای 2 آروش کوواچویچ. به طور تصادفی واقعا توپ برگشت، حالا بلافاصله پاس سرعتی برای عادل غلامی تا بچه‌های ما بتونن امتیاز رو از سرب‌ها بگیرن. برای امیر غفور یک تک دفاع که راهی به جایی نمیبره. آروش کوواچویچ دریافت در زمین سرب، باز هم کوواچویچ 205 رو میزنه، خوب هم میزنه. یه دفاع عالی از بچه‌های ما. 8-5. باز هم پاس سرعتی، توپ دریافت میشه در زمین سرب ها، اما توپ به تور میخوره از ضربه کوواچویچ. یه لحظه توپ با سعید معروف نزدیک بود توپ در زمین ما بخوابه. تعارفی که یه لحظه بچه با هم کردن و همین باعث شد تا ما در حمله موفق نباشیم. دریافت مطمئن خوب، یه ضربه از میرزا جانپور، توپی که به دست حالا امیر غفور با 3 مدافع توپشو میزنه، قشنگ میزنه. 10-9. باز هم اختلاف 1 میشه. سرویس خوبه او. ببینیم رای داور رو. خب امتیاز توپ رو به ما میده. ضربه این بازیکن اتاناسویچ. کوواچ رو کنار زمین میبینید داره خوب سرویس میزنه عادل غلامی. یه بار دیگه اتاناسویچ. یک امتیاز سرویس رو میگیره از میرزا جانپور. سختی دریافت شد برای امیر غفور. واقعا مثل که اصلا دفاعی رو در مقابلش ندید. جاجاویچ برای اتاناسویچ که هر طوری از توپش رو میخوابه. ضربه خوب از امیر غفور. سعید معروف پاس برای خود میرزا جانپور، زد. یه ضربه آرام. هر طوری از توپ میخوابه. یه پاس یک دست، هماهنگی خوب صورت نمیگیره. حالا یه مقدار شرایط هم سخت شد اما خوب جبران کرد میرزا جانپور. دریافت در زمین صربستان اتاناسویچ. خیلی باید عقب‌تر بشینن بچه‌ها. این بازیکن قدرتی که از تمام قدرتش هم برای زدن توپ استفاده میکنه. توپگیری در انتهای زمین، برگشت توپ، یه بار دیگه موقعیت هست، بلند و کشیده برای امیر غفور و ما رو به امتیاز 22 میرسونه. یه تک دفاع، یه بار دیگه از همون زاویه میرسه، بله توپ جمع میشه. امیر غفور ضربه‌شو میزنه و کسب امتیاز 24 برای تیم ما. چه حمایت عالی رو انجام داد، خیلی قشنگ. 24-23. سرویس در جلوی زمین. جاجاویچ پاس کوتاه رو میده برای بودراسچانین. ظریف دریافت رو انجام داد. یه جای خالی، توپ به سر بودراس برخورد میکنه. این بازیکن جاجاویچ
برای اتاناسیویچ خوب زد. خب یک امتیاز حساس رو به ما میده. 26-25. سرویس هدفدار خوب. اتاناسیویچ دفاعش میکنن و امتیاز پیروزی در این ست که امتیاز 27 باشه برای ما به دست میاد تا ست اول و بچه‌ها در یک فاصله خیلی نزدیک ببرن. آمار ست اول رو مشخصا میبینید. برزیل که المپیک لندن با هم بازی کردن، لیگ جهانی 2013 هم با هم بازی کردن و هر دو بار روسیه موفق شد برزیل شکست بده. معروف با یک دست برای فرهاد قائمی. تلاش سرب‌ها برای اینکه توپ رو بتونن برگردونن اما این اتفاق نمیفته. باز هم پاس بود. لسیچ. یک سرویس عالی از امیر غفور. یه لحظه توپ به دست میرزا جانپور برخورد میکنه. جاویچ میرسه، نه دیر شد. 6-5. امیر غفور امتیاز رو برابر میکنه. جاویچ همچنان دفاعی ما رو زیر نظر داره. توپو جمع میکنه فرهاد ظریف. یه ضربه است فرهاد قائمی. خطای تور از این بازیکن. یه بار دیگه غلامی رو در خط سرویس میبینیم. ست قبلم خوب سرویس زد. نگاه کنید شرایط واقعا برای پاسور سخت میکنه. انتهای زمین ما میخواد پتریچ. حالا تلاش برای عبور توپ بلند. فرهاد ظریف، سعید معروف کدوم مهاجم رو انتخاب میکنه برای میرزا جانپور. توپ جمع میشه و دفاع خوب ما در مقابل پتریش. این بار جبران ضربه قبل رو میکنه موسوی. دو مدافع دریافت بد در زمین صربستان. پتریچ زد از سه مدافع ما. جاویچ بلند برای اتاناسیویچ. دفاع میشه اما تو بیرون رفته. 16مین امتیاز. 16-14 سربا جلو هستن. قدرت میزنه برای فرهاد قائمی. رو دفاع میکنه. خیلی خوب سرویس زد. امیدوارم یه بار دیگه این اتفاق بیفته. جاویچ پاس کوتاه رو میده. مهدوی برای شهرام محمودی. ضربه خوب رو میزنه. عقب رفت و خیلی کار رو سخت کرد برای تیم ما. 24-21. فرهاد قائمی. سرب‌ها نه اصلا اتفاق نمیفته. امتیاز 25 تا این ست رو سرب‌ها ببرن با امتیاز 25-22. حالا یک ست برای ما و یک ست هم برای صربستان. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده و دوستانمون در استودیو 14. دو ست رو با هم دیدیم که به صورت جاخالی و امتیاز برای تیم ما. بر ترتیب هر دو تیم در تلاش هستند. سعید معروف، جاویچ. یه دفاعی خوب بچه ما. حالا چیزی که بهش خیلی هم نیاز داریم از ابتدای شروع بازی 3 امتیاز رو بچه به دست و یک جای خالی است. جاویچ برای خود قائمی. توپ میخوابه در زمین صربستان. یه بار دیگه همونجا هم میزنه. خوب هم زد. پتریچ توپ که به اوت رفت. خودش هم قبول داره. دو زمانی که داره برای استفاده از این بی خودی یکیشو به هدر نده. اتاناسیویچ. یک دریافت مطمئن. پاس کوتاه. موسوی دفاع میشه. برای بار دوم هم
دفاع میشه. امیر غفور ما رو به امتیاز 11 میرسه. دنبالتون نمیرسه چه جور بشه. حالا تو برمیگرده دریافت بچه ما انجام میدن. سعید معروف بلنده کشیده برای امیر غفور. ببینیم رأی داور رو تو به اوت رفت. قائمی اتاناسیویچ برمیگردونن یه بار دیگه بچه های ما. فرهاد ظریف، سعید معروف برای امیر غفور. این بار دیگه اشتباه قبل رو نمی کنه. 12-11 خود سعید معروف خوب جای سرویس زد. یک امتیاز عالی رو از کوواچویچ میگه. داور مکزیکی توپ امتیاز رو به ما میده. باز هم اتاناسیویچ، فرهاد ظریف پاس رو تشکری میده برای امیر غفور. برگشت تو پتریچ به دست مدافعین ما میخوره. مشخصه تو زمین. فرهاد قائمی سخت معروف نیم نگاهی رو داره به زمین سرپا. 15-12 با یک دست عالی پاس داد. بهتر از این واقعا نمیشد. یک سرویس خوب. موقعیت رو بچه میده برای دفاع که زرنگی میکنه. یه جای خالی از قائمی نمیزنه ضربه رو. سعید معروف برای میرزا جانپور. نصفه و نیمه اما بالاخره امتیاز رو میگیرن بچه ها. اتاناسیویچ تشکری تمام قدرت. جاجوویچ پاس کوتاه رو میده برای لیسیناچ. دریافت قائمی انجام میده. پاس برای امیر غفور و کسب امتیاز حالا 24 تا ما رو در آستانه پیروزی در این ست هم قرار بده. یک سرویس خوب از تشکری اتاناسیویچ. خط نگهدار که داخل رو نشون داد. میتونیم امتیاز 25 رو بگیریم که این اتفاق هم میفته. امتیاز 25 برای تیم ما. 25-22 ست میبریم که یک ست حالا با جلوتر از سرپا هستیم. 27-25 25-22 25-22 رسیده. فرانسه 3-2 ببره ما و لهستان هم امتیاز میشیم. یعنی میشیم 15-15. اون وقت میرن سراغ امتیازها و ست ها و ببینیم وضعیت وقت به سود کدام تیم خواهد. اتاناسیویچ دفاع میشه. یه بار دیگه از همون زاویه این بار هم دفاع شد و داور اول هم امتیاز رو به ما میده. سعید معروفی که داره خوب سرویس میزنه. یک امتیاز سرویس هم الان میگیره. 3 تا سرویس خوب زد که یکیش تبدیل به امتیاز میشه برای تیم. برای خود او بازیکن واقعا موثری هم بود برای تیمش. پاترس پاس برای قائمی. دستش کاملا توپ میمونه. میرزا جانپور یه دفاع عالی هم حالا از میرزا جانپور. توپ که در انتهای زمین به دنبال بود. یه موقعیت دیگه برای میرزا جانپور با یک جای خالی توپ جمع میشه. ضربه آرام ولی عبور نمیکنه از مارکو ایوویچ. اتاناسیویچ فرهاد ظریف خودشو میرسونه. میرزا جانپور همونجا هم آبشارش رو با قدرت میزنه. دریافت در زمین تیم ما. سعید معروف بلند کشیده برای میرزا جانپور. باز هم توپ دریافت میشه. برگشت توپ به زمین ما خواهد بود. اتاناسیویچ توپ رو میزنه. هرچند بچه ها دفاع کردن اما توپ به اوت میره. 11-4 ما جلو هستیم از صربستان. بتونن ازش استفاده کنن. میرسه امیر غفور با یک شیرجه. سعید معروف یک جای خالی تماشایی رو میندازه.
14-5 میشیم. معروف یه جای خالی، دستشو میخونم یه لحظه، اما توپ بر میگرده. فرهاد قائمی ضربه‌شو میزنه، توپگیری از ایواویچ، برگشت توپ یعنی فنچا میشه، موقعیت برای بچه ما میره برای امیر غفور، دفاع میشه. فرهاد قائمی به دست کوواچویچ میخوره، یه بار دیگه امیر غفور واقعا عالی میزنه. فرهاد قائمی امتیاز 23. ما در رده 11 هستیم. کسب امتیاز 24. دیگه صربستان رو باخته بدونید. یک امتیاز سرویس گرفته میشه. 24-18. ببینیم امتیاز امیر غفور، واقعا باید امتیاز پایینم او به دست میاره و بچه موفق میشن 3-1 برن. اصلا فرصتی نداریم. من از شما خداحافظی میکنم تا فرصت بعد. خدا یار و نگهدارش.